گنگ چنل خودتون خوش من به ویدیو دیگه چنل من یاسر هستم. آقا امروز میخوایم بریم چالش تکمیل کنیم. خب ما سپورت گرفتیم، میخوایم دوباره تیکش با شما بگیریم و اینم اکانت فول آرژانتین ماست. خب بریم. آورد آقای محرز داره با یه نمیدونم اسمش ساوه چیه. خب بریم بازی کنیم. با شروع میکنیم، میریم اونور بده خولیان پاس بده به سون هیومین بنازم. آقا گل اول نتش پریده. خب به انم نتت پریده، من میام گلمو میزنم. های جون اوی گل بودو بنازم. گل لفت داد بنازم. بابا دن سرویس ننازم، ویدیوم کوتاه شد. آقا بریم پک آبی رو بزنیم. نه تو آخر میزنیم دیگه. خب آقا ورد یه دونه کارواخال داره، یه دونه ژیرود داره با یه دونه نمیدونم تونی دیاز چیه. همین اول ویدیو میگیرم. خب ای دستم خورد. نه بابا دهن سرویس چرا بنازم. یکم مونده بود گل به خودیشه. خب سانت میکنه گل خوردیم. آقا گل خوردیم، خیلی بد گل خوردیم. خب اشکال نداره، میریم برای چی جبران کردن. سانت کن بزن اونور. خب سون الله یا سون بنازم. گل خوبه این گلم زدیم. حالا میره اونور. ژیرود اولیویر ژیرود سونم نمیرسه. آرنولد نه بابا ژیرود لامصب. ببین دفاع رو خالی میذارن پلشا. سون خولیان الله خولیان. بریم برای کامبک بنازم. منتظر کامبک باید میبودی که بودی، گلم خوردی. خب بازی شروع میشه و این چه باگ کوهیه. او مرسی آرنولد. خب یه دونه چیپ اشکال نداره، یه دونه تاپ میزنیم اونور دوباره بلا. خولیان آلوارز گل سوم. بنازم به خولیان آلوارز فول آرژانتین خیلی خوبه. این چه باگی مسخریه دیگه. اوی بگیر. بازیکنم با اینکه سفیدم هستم یه دونه میکشه. اوی نشد. سوتی بکش. یه دونه میشوتیم. اوی نشد دیگه. خب میده به ژیرود میکشه عقب، دوباره میکشه اون و خودش داره زرزری میبره. ژیرود لامصب رو بگیرید که قدش هم بلنده. حالا آلوارز یا خولیان. وای ما این بازیکن سفیدا رو بیاریم. اینو یکم خوب بازی کنه. این اینجا قدش خیلی خوشم میاد، قدرت بدنیش هم 70. خب حالا شروع میکنیم، میریم اونور به خولیان. نه رایت لامصب بی صحاب. خب تیم بوست نمیدونم بزنیم نزنیم. نه تیم بوست هم نمیزنیم. چه تکلی زد. خوب تکل زد سامبو. ای خب اشکال نداره میبریمش دیگه. اول آخری دیاز آرنولد توپشو میزنه. خولیان آفسایدم بود. خب ما چی کار میکنیم؟ ما یه دونه میندازیم اونور، یه دونه اینجا. این دوش من میزنه. خب چیکار کنیم؟ چوب کار نکنیم. بزن. ریدم پس کلت. ببخشید.
خب اشکال نداره میریم. سانت بکنه رفته. این ژیرود لامصبی رفته. سون نکن. گل خوردیم از اولیویر ژیروده پدر سوخته. اشکال نداره داشت. میزنیم حالا برا سون الله یا سون. حالا آلوارز یا خولیان. گل چهارم. خب آقا خولیان آیا توپ میگیره؟ این چه باگی مسخری. من نزدم که ولش کن که بره خودش. بزن. ماشاءالله. اونور آلوارز، اونور. حالا بدم جون امت برس آلوارز. سون اشکال نداره. اینجا وای فکر کردم گشت. چرا مصدوم شد؟ بی سودی نه سودی هم نداد. آقا این ژیرود لامصب چقدر قدش بزرگ رفت. شاید گل سوم خوردیم. خاک تو سرت. تک با تک خراب کردی. دیوونه. خاک تو سرت. خب آقا بریم اینا رو تعویض کنیم. حالا میدونیم یکم جون بگیرن. نمیشه. رونالدو میذاریم دروازه. خب این دوتا رو تعویض کردیم. هر گویی هم بخوری نمیشه. بگیر فول. نره دیگه بذارمون دیگه. برو بزن. آفرین لفت بده دیگه. ماشاءالله لفت. اینم از جوایز. همش حلاله. خب اینجا میبینیم که ما بردیم. اول میریم پکابی رو. جا نداریم که رو میفروشیم. اول اینو تبدیل به وزن دوم، اینو سوم، اینو نه دروازه‌بان نمیفروشم. چهارم اینو. پنجم جا نداریم. خب میزنیم یه آرژنتینی خیلی زیاده. استیاپوس آرژنتینی نیست. آرژنتینی بده جان حفظت آبادت. قد اینم خوبه خوشم میاد. خب پکتلوی آرژنتینی بده جان حفظت آبادت. آرژنتینی بده جان مادرت. آرژنتینی کیلیان امباپه شانسو نگو. بنوزم امباپه رو داد. بنوزم چه کندی شد. بنوزم. خب بنابراین مرسی از اینکه تا آخر نگاه کردی. تا ویدیوی دیگه پیس.